به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع می‌کنیم. کتاب همسر چرچیل، بانو کلمنتاین یا کلمنتین. نویسنده مری بندیکت هستش، مترجم خانم گلی نژادی و انتشارات نشر ثالث در سال 1404 و 2020 میلادی این کتاب رو چاپ کرد. لطفاً با من همراه باشید تا این کتاب زیبا رو با هم دیگه کشفش کنیم. این کتاب روایتگر زندگی زنی است که برخلاف بسیاری از همسران رجال سیاسی تنها همراه و تکیه‌گاه عاطفی نبود، بلکه به مثابه مشاوری آگاه و کنشگری مستقل در تصمیم سازی ها و سیاست گذاری های همسرش نقش‌آفرین بود. نویسنده با تکیه بر اسناد تاریخی و در عین بهره‌گیری از ظرافت‌های داستانی، سیمای کلمنتین را در گذر ایام از آغاز پیوند زناشویی تا اوج جنگ جهانی دوم به تصویر می‌کشد. کلمنتین در این اثر نه تنها زنی متعهد به خانواده و همسر، بلکه شخصیتی اندیشمند، مسئول و صاحب نظر جلوه‌گر می‌شود. زنی که دغدغه‌های انسانیش از مسائل سیاسی فراتر می‌رود و در فعالیت‌های بشردوستانه، حمایت از پناهندگان و دفاع از حقوق زنان نیز تبلور می‌یابد. درباره نویسنده ماری بندیکت نویسنده کتاب همسر چرچیل، متولد 1969، یک رمان‌نویس و وکیل امریکایی است. بخش زیادی از عمرش را به عنوان یک وکیل حرفه‌ای در بهترین شرکت‌های حقوقی نیویورک سپری کرده است. اما اشتیاق اصلی او نوشتن درباره زنان بود. اولین کتابش آن یکی انیشتین، روایتگر ماجراهای همسر انیشتین بود. دومین کتابش خدمتکار آقای کارنگی نام داشت و سومین کتابش تنها زن در اتاق تبدیل به یکی از پرفروشترین کتاب‌های سال نیویورک تایمز شد. بندیکت توانایی شگفت‌انگیزی در زمینه همامیزی تاریخ و افسانه با یکدیگر دارد و در آثارش به سختی میتوان این دو را از یکدیگر تشخیص داد. او با نام حقیقی هدر ترل به دنیا آمد، ولی آثار داستانی خود را با نام مستعار ماری بندیکت منتشر می کند. از کتاب‌های پرفروش و پرطرفدار بندیکت میتونیم بگیم من تنها زن صحنه بودم و آن یکی انیشتین به شما عزیزان معرفی کنیم. اما درباره کتاب همسر چرچیل. رمان همسر چرچیل بانو کلمنتاین اثری در ژانر داستان تاریخی است که با رویکردی روایی و تخیلی به زندگی کلمنتاین هوزیر همسر ونیستون چرچیل می‌پردازد. بندیکت در این رمان کوشیده است چهره زنی را از دل تاریخ بیرون بکشد که نامش در سایه شهرت و قدرت همسرش قرار گرفته بود. اما نقش و تأثیر او در شکل‌گیری یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ بریتانیا غیر قابل انکار است. روایت کتاب از حدود سال 1909 آغاز می شود، از لحظه‌ای که کلمنتاین از قطار پیاده می شود و با ونیستون ازدواج می کند و این نقطه عطف نه تنها در زندگی شخصی او بلکه در سرنوشت بریتانیا معنا می یابد. بندیکت با دقتی روایی نشان می دهد که کلمنتاین نه فقط همسر بلکه شریک سیاسی و فکری چرچیل بود، کسی که بارها نقش ناجی، مشاور و گاه منتقد جدی او را ایفا کرد. او در لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ از جنگ جهانی اول و فاجعه داردانل گرفته تا ظهور فاشیسم و
شعله‌ور شدن جنگ جهانی دوم در کنار ونیستون حضور دارد. با او مشورت می کند و در خلوت تصمیماتش را به چالش می کشد. در کتاب این خط اصلی تاریخ، رمان به زندگی شخصی و درونی کلمنتاین نیز توجه می کند. درد فقدان فرزندان، تجربه سخت جنین، فشار نقش مادری و همسری در جامعه مردسالار و دغدغه عمیق او برای یافتن صدایی مستقل و میراثی جدا از همسرش، یکی از مضامین پررنگ کتاب مسئله حذف تاریخی زنان است. کلمنتاین بارها با این ترس مواجه می شود که صرفاً در مقام همسر چرچیل به یاد آورده شود، به عنوان فردی با نفوذی مستقل. بندیکت این نگرانی را در قالب روایتی انسانی و عاطفی برجسته می کند و به خواننده نشان می دهد که پشت هر تصمیم بزرگ چرچیل زنی حضور داشته که هزینه‌های شخصی و عاطفی بسیاری پرداخته است. ازدواج کلمنتاین و ونیستون نیز در این کتاب نه به عنوان رابطه‌ای صرفاً عاشقانه، بلکه به مثابه مشارکتی پیچیده به تصویر کشیده می شود. مشارکتی سرشار از محبت، مشاجره، فداکاری و استقلال طلبی. کتاب همچنین به بهای انسانی این مشارکت می‌پردازد. از فشار مادری در شرایط جنگی و اجتماعی گرفته تا مرگ و میر در خانواده و از دست رفتن فرصت‌های فردی. این فقدان‌ها و فداکاری‌ها هویت کلمنتاین را شکل می‌دهند و او را از یک شخصیت فردی تاریخی به شخصیتی زنده و قابل لمس بدل می‌کنند. بندیکت موفق می‌شود با ترکیب تاریخ عمومی و زندگی خصوصی روایتی چند لایه بیافریند که هم برای دوستداران تاریخ سیاسی و هم علاقه‌مندان به درام‌های شخصی جذاب باشد. از نظر روایی، همسر چرچیل، بانو کلمنتاین، پرکشش و غنی است. نویسنده با جزئیات دقیق فضای بریتانیا در اوایل قرن 20 را بازسازی می‌کند و در عین حال شخصیت کلمنتاین را با عمق روانشناختی می‌پردازد. این کتاب نقطه قوتش را در زنده کردن زنی نشان می‌دهد که اغلب تاریخ رسمی او را در حاشیه نگاه داشته است. البته از آنجا که با یک زندگی نامه تخیلی مواجه هستیم، بندیکت در برخی جاها آزادی هنری به خرج داده و صحنه‌هایی را ساخته که لزوماً مبتنی بر واقعیت تاریخی نیستند. مسئله‌ای که ممکن است برای خوانندگان سختگیر به تاریخ مستند کمی محدود کننده باشد. در نهایت این رمان روایتی الهام بخش و روشنگر است از زنی که در سایه نام بزرگترین سیاستمداران قرن 20 زیست، اما همواره در تلاش بود تا همسر، مادر و مهمتر از همه فردی با هویت مستقل باقی بماند. همسر چرچیل، بانو کلمنتاین، برای علاقه‌مندان به داستان‌های تاریخی، تاریخ زنان و زندگی در دوران جنگ جهانی دوم کتابی ارزشمند و تاثیرگذار است که هم تصویری تازه از گذشته می‌سازد و هم بازاندیشی در نقش زنان در تاریخ را برمی‌انگیزد. اگر درست به خاطر بیاورم، این آقای چرچیل به لایحه حق رأی و شرکت زنان در انتخابات رأی داده بود. موضوعی که من بسیار به آن علاقه داشتم. زمان تحصیلم در مدرسه شبانه روزی دخترانه تمایل به استقلال زنها را در من پرورانده بود. سخنرانی‌های افراطی چرچیل بر سر زبان‌ها افتاده بود و من مشتاقانه به سخنرانی‌های تند و تیزش در مورد حق رأی زنها گوش می‌دادم. من می‌خواستم پا در مسیری هدفدار بگذارم تا زنی مستقل شوم. خب بیشتر از این کتاب زیبا در اختیار من نیست. اگر به این کتاب علاقه دارید و کتاب زنان مستقل رو دوست دارید، حتما بهتون پیشنهاد میکنم این کتاب رو تهیه کنید و لذت خوندنش رو به خودتون هدیه بدید.
از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.